الله تعالی به حضرت مریم گفت که فاتت به قومها تحملو، این فرزندت بردار و به نزد قومت را. نقشه حضرت مریم بعد تولد این بود که به یک جا روم که کسی مرا نشناسد. وقتی به جای می روند که هیچ کس ایشان رو نمیشناسد، منو فکر میکنن که این زن یا شوهرش مرد است، یا شوهرش مثلا جدا شده است، یا شوهرش در دیگر کشور است. اینا نمیشناسن. هیا زنی کودکدار آمد میگه. اما حضرت مریم که در بین مردم بیت المقدس با پاکی و عفت، حتی پیغمبر از او عبرت میگرفت. و کفلها زکریا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. حتی حضرت زکریا پیغمبر بودن و به نزد مریم در پیشش رزق میافتند. میگم میوه تابستان رو در زمستان در پیشش میدیدند، میوه زمستان رو در تابستان در پیشش میدیدند. به خانه حضرت مریم غیر زکریا هیچ کسی نمیدر آمد. فقط زکریا پیغمبر در آمده خبر میگرفتن از احوالش. بعد دیدن که در نظرش طعام ایستاده است. گفتن که ان لک هذا، این طعام از کجا به پیش تو آمد؟ قالت هو من عند الله، این طعام از نزد الله است. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، الله تعالی کسی را خواهد به حساب و کتاب رزق میدهد. هنالک دعا زکریا، در همین جا حضرت زکریا دعا کرد. یعنی با وجود اینکه پیغمبر بودن از مریم عبرت گرفتن، دعا کردن که ای الله من پیران سال شدم، مویهام سفید شد، همسرم زنی عقیم هست، زنی بی فرزند است، از او فرزند تولد نمیشه، وی هم پیران سال شد. و وقتی ما میموریم در ما یگان میراث خور نیست. فهب لی من لدنک ولیا، برای من یک دوست ده، یک پسر ده، یریثنی و یریث من آل یعقوب، برای میراث مرا خورد، میراث آل یعقوب را خورد، فرزنددار شویم. گفته از الله تعالی پنهانی دعا کردن در ایام پیران سالی. یعنی دیدن که چیزهای ناممکن هم میشد است به واسطه دعا. نه از مریم عبرت گرفتن. مریم شخصی که پیغمبرها از وی عبرت گرفتگی هست. در بین مردم بیت المقدس با عفت و پاکی و قرآن هم حضرت مریم را علاهیده تعریف کرد که حضرت مریم پاک گفت. رد به یهودی های تهمتگر، به یهودی های بدبخت که همین زن هم از دست اونا سلامت نمانده. چه خیلی که در پایان می آید. خلاصه برای یک شخصیت مانند حضرت مریم، شخصیتی پاک، بدون اینکه شوهر کنند با کودک به نزد مردم رفتن، این بسیار مشکلی بود. از این مصیبتی که حالا به سرشان آمد، وزنینی و امتحانی که آمد، از این دیده وزنینترش این بود که با کودک به نزد مردم می روند. حالا آنکه نقشه کشیده بودن که نمیرن، لیکن الله تعالی گفت که کودک رو گفته به نزد قومت رفت. فاتت به قومها تحمله، به نزد قوم آمدن، در دستشون کودک. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، گفتن که ای مریم در حقیقت بسیار کار عظیم کردی، یعنی گناه عظیم کردی، بسیار کاری بد کردی، بسیار کار زشت کردی. یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بغیا، ای خواهری هارون. مراد این هارون علیه السلام پیغمبر نه، یا هارون بود مانند حضرت مریم در پاکی و در عبادت و بندگی شهرت یافته بود. حضرت مریم رو خواهری هارون میگفتن. یعنی هارون شاید در دیگر زمان زندگی کرده بود، لیکن مردم میدونستن پاکی او را. مریم رو گفتن که ای خواهری هارون، تو یک شخصیتی که با پاکی و عفت و با تقوای و زهد و عبادت و پرهیزگاری شهرت یافته بودی، و پدرت آدمی بد نبود و مادرت زنی فاحشه نبود، و ما کانت امک بغیا، مادرت آدمی فاحشه نبود،
زیناکار نبود، پدرت آدمی بد نبود، چرا تو این کار را کردی؟ این هم دلالت میکند که غالبا آدمی که پدر و مادرش خوب است فرزندش هم خوب میشد، چون که آدمی نیک برای فرزندش تربیه نیک میدهد. غالبا میشد حالتایی که مثال آدمی نیک بچهش کافر مانند حضرت نوح علیه السلام یکی از فرزنداشون کافر بود و رسالت پیغمبری ایشان ایمان نآورد، نسأل الله السلامة و العافیه. یکی این نادر است. پدرت آدمی بد نبود، مادرت فاحشه نبود، برای چی تو این کار را کردی؟ یعنی 100% مردم باوری دارن که این زنا کرد، نعوذ بالله. بعد حضرت مریم گپ نمیزدن، نظر کرده بودن. فاشارت الیه ان کلموه، اشاره کردن به کودک که کودک پرسید من چی میپرسید؟ فاشارت الیه، به سوی کودک اشاره کردن که اینه پرسید. قالوا کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، چگونه ما یک کودکی که در گهواره هست نوزاد است ما قطعی او گپ زنیم؟ یعنی این کار عادتا غیر امکان است که ناگاه کودک به قدرت الله عزوجل به سخن در آمد. این قرآن است برادرای عزیز، قرآن به زبان تاجیکی ترجمه کرده داخل اینا ایمان آوردن در کار. اگر ایمان نداشته باشه برای چی ترجمه کرده؟ برای چی میخوانیم؟ آیت 30 سوره مریم الله تعالی میگه که از زبان حضرت عیسی قال انی عبد الله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. حضرت عیسی کودکی نوزاد در گهواره گفتن که من بنده الله هستم، انی عبد الله، من بنده الله هستم. آتانی الکتاب، الله تعالی برای من کتاب داد، یعنی انجیل را، یعنی مرا پیغمبر گرداند. و جعلنی نبیا، و مرا پیغمبر گردانید. یعنی این علکی 100% مردم باور میکنن. برای چی؟ با چشمشان دیدن که این معجزه است علکی. یعنی معجزه حضرت پیغمبر اگر در سن 40 سالگی معجزه نشان داده باشند، بودن بعضی معجزه هایی که به نظری بعضی ها میتوف لیکن اونا قدر نفهمیدن. لیکن معجزه حضرت عیسی امروز روزی که تولد شد علکی، من بنده الله هستم، به من الله تعالی کتاب انجیل را داد و مرا پیغمبر گردانید. و جعلنی مبارکا اینما کنت، هر کجای باشم مرا مرد مبارک کرد، مرد سرفایده. هر جا که روم به آدم ها فایده میرسد، فایده معنوی است، مادی است، مرا مبارک گردانید. و اوصانی بالصلاه، مرا به نماز وصیت کرد. و زکات، برای دادن زکات وصیت کرد. ما دمت حیا، مادامی که زنده هستم. و برم بوالدتی، و مرا امر کرد که به مادرم نیکی کنم. ببینید به پدر و مادرم نگفتم، الله تعالی مرا امر کرد که به مادرم نیکی کنم، چون که مادر دارن خلاص. ولم یجعلنی جبارا شقیا، مرا آدم جبار، متکبر، گناهگار به سوی پروردگار نکرد، بلکه مرا بنده اطاعتکار کرد. بعد الله تعالی نقل کرد که حضرت موسی با حضرت عیسی در گهواره گفتن که و السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلامتی باد بر من، سلام الله تعالی بر من باد روزی که به دنیا آمدم، روزی که تولد شدم، و روزی که میمیرم، و روزی که زنده میشم دوباره، روز قیامت. در همین 3 وقت برای من سلامتی الله باد. الله تعالی بعد در دوامش گفت که در آیت 34 ذلك عیسی ابن مریم، این حقیقتی عیسی ابن مریم است. اگر خواهید که درباره عیسی معلومات گیرید، این یعنی از تولدش گفتیم، برای آنکه همه این جشن ها و این سال شماری ها به کدام خاطر؟ به خاطر آنکه حضرت عیسی تولدشان مانند تولد دیگرها نبود. همه از پدر و مادر به دنیا می آید، حضرت عیسی فقط از مادر به دنیا آمد. با الله تعالی گفت که ذلک عیسی ابن مریم، چون که در حق عیسی گپا بسیار است، بعضی ها هر خیلی تفسیرها کردن.
هر خیلی اعتقادا کردن الله تعالی که ذلک عیسی ابن مریم، حقیقت تولد میلاد عیسی این است. قول الحق الذی فیه یمترون، قول حق انا همین است که در این باره اهل باطل شک داشتن، یعنی خود نصارا شک داشتن، میگفتن که عیسی این پسر الله هست، میگفتن اونا دروغ گفتن. الله تعالی میگه که قول حق همین است. خب اینجا این آیت 34 بود. آیت 35 رو هم ذکر میکنیم. ما کان لله ان یتخذ من ولد، سبحانه، الله تعالی که برای الله تعالی جایز نیست که، لازم هم نیست که برای خودش فرزند گیرد. الله تعالی پاک است از فرزند. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، اگر الله تعالی اون کار خواهد شو میگه میشد. برای چی الله تعالی فرزند در کار؟ الله تعالی یگانه هست. الله تعالی هم مثل مانند و فرزند ندارد. این آیت 35 سوره مریم است. این بود یک نقل مختصر از لحظه های حامل دار شدن مادر عیسی علیه السلام به عیسی تا لحظه تولدشان به دنیا.